حتما همتون در مورد کره پسته یا کرم پسته که این روزها کلی سر و صدا کرده و جزء گرونترین اقلام خوراکی موجود در بازار هستش شنیدید. امروز میخوام به ساده ترین روش و با مواد در دسترس و لوازم در دسترسی که توی خونتون هستش بهتون یاد بدم که چطوری با ارزون ترین قیمت برای خودتون بسازیدش که هم بتونید باهاش کلی کسب درآمد داشته باشید و هم بتونید خوراکیای خوشمزه‌ای که این روزها کلی سر و صدا کرده و ترند شده از جمله شکلات دبی رو برای خودتون توی خونه درست کنید. همراه هم باشید. سلام دوستای عزیز و همراهان خوبم در کوکیامی. امروز میخوایم با هم دیگه کره پسته درست کنیم. تا انتها همراه من باشید. 100 گرم پسته پوست گرفته داریم. 40 گرم شکر دانه ریز داشتیم که آسیابش میکنیم. 80 گرم شکلات تخته‌ای سفید، 15 گرم روغن آفتابگردان، 15 گرم کره خوراکی و 60 گرم شیر تاریخدار و یه دستگاه همزن که موتور قوی داشته باشه. حین کار خیلی به موتورش فشار نیاد و خیلی داغ نکنه. پسته ها رو میریزم داخل مخلوط کنم، درش رو میذارم و چند تا پالس میزنم تا این یه خورده ریزتر بشه. شما میتونید پسته ها رو رستم بکنید، پوست روش رو جدا کنید. هم میتونید از پسته تازه استفاده کنید، پوستش رو بگیرید، خشک کنید، بعد اندازه بگیرید و درست بکنید، یا اینکه مثل من همجوری با پوست بریزید که داخل کرم پسته‌تون فیبر داشته باشه. بعد از اینکه پسته هاتون به این حد از ریزی رسید، داخل فیلم مشخص باشه، پودر شکر بهش اضافه میکنیم و مجددا چند تا پالس میزنیم. کار یه دونه لیسک دم دستتون باشه که این موادی که به بدنه دستگاه میچسبه رو ازش جدا بکنید. اینجوری خیلی هم به تیغ دستگاهتون و موتورش فشار نمیاد. به این مرحله رسید، شیر رو بهش اضافه میکنیم و مجددا شروع میکنیم به پالس زدن. همونجوری که گفتم یه لیسک دم دستتون باشه. موادی که به بدنه میچسبه از کنارها جدا کنید، به مرکز منتقل بدید. کنارهای تیغ دستگاه رو یکم شلش بکنید، یعنی موادی که صفر شده رو کنار بزنید، به خاطر اینکه دستگاه‌های خونگی موتور خیلی قوی نداره و ما باید اینجوری کمکش بکنیم که بتونه یه کرم پسته خوب برامون درست بکنه. این موادی هم که بالا اومده بودم به سمت پایین میکشم که کاملا میکس و یک دست بشه. یه دونه کتری در حال جوش، یه دونه ظرف میذاریم. شکلات‌های سفیدمون رو همراه کره بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که بندماری بشه. بعد یکی دو بار اینو زیر و رو کنید حین گرم شدن، چون شکلات سفید سری میسوزه و اون مایعات داخلش تبخیر میشه و در کیفیت کره پستمون تاثیر میذاره. خب بچه ها، همجور که میبینید کره ذوب شده، شکلات سفید هم در حال ذوب شدن هستش. همش میزنیم تا مواد با هم دیگه یک دست بشه و شکلات هامون کاملا داخل کره حل بشه. همین که شکلات ذوب شد داخل کره، یه دمای ولرمی میگیره، کافیه، احتیاج نیستش که خیلی داغ بشه. خب به این حالت که رسید دیگه برش میداریم.
روغن دستی رو اضافه میکنیم. که روغن مخلوط شد دستگاه رو می‌ذاریم روی حالت کم و شکلات سفید رو بهش اضافه می‌کنیم. مخلوط شکلات سفید و کره. در حین کار حواستون باشه که به موتور دستگاهتون فشار نیاد. هر از گاهی اگر لازم بود خاموش کنید که خنک بشه، بعد روشنش کنید و ازش استفاده کنید. بچه‌ها یادتون باشه توی هر مرحله که مواد رو میریزید حتما دورگیری بدنه و تیغه رو انجام بدید، چون مواد اون پایین غلظت بیشتری داره و به موتور دستگاهتون فشار نیاره و خدای نکرده دستگاهتون نسوزه، براش مشکلی ایجاد نشه. خب کرم پسته من تقریبا آماده است. ببینید چقدر خوش رنگ شده. مرحله میشه به این کرم پسته یه مقدار رنگ خوراکی سبز اضافه کرد تا رنگش کاملا سبز باشه، ولی من میخوام رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه، هیچی بهش اضافه نمی کنم. بعد از اتمام کار شیشه‌ای که از قبل جوشوندیم کاملا خشکش کردیم و میاریم. کره پسته‌ای که درست کردیم و داخلش میریزیم، درش رو میبندیم و برای نگهداری داخل یخچال میذاریم. این کره پسته به قدری خوش‌طعم و خوشرنگه که از نمونه‌های موجود در بازارش هم به جرئت میگم کیفیتش بیشتره. فقط به این تیکه‌ای که از لیسک سر خورد و کنار شیشه افتاد دقت کنید، همون جوری کنار شیشه باقی موند و این نشون دهنده کیفیت این کره پستمون هستش. امیدوارم که شما هم درست بکنید و لذتش رو ببرید. مرسی که تا انتهای کلیپ آموزشی همراه من بودید. اگر از این پست آموزشی خوشتون اومده اونو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. نظر ارزشمند خودتون هم در کامنت برام بنویسید و بنویسید که آیا متوجه شدید که چرا 6 ماه این کره در یخچال قابل نگهداری هست. اگر نه من جوابتون رو داخل کامنت می نویسم. وقتی که این پست رو لایک میکنید یوتیوب به افراد بیشتری نشونش میده و افراد بیشتری میتونن از این پست استفاده بکنن. دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و همراه آموزشات ساده من باشید. اگه تیک زنگوله رو فعال بکنید هر وقت که آموزش میذارم به موقع میتونید اون رو نگاه بکنید. مرسی از همراهیتون. نوش جان.